یادگیری تلفظ بچه کلمات مون اولشون یکسانه. اولی مون، 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 ماه. بعدی moonlight، 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 نور ماه moonlight. بعدی moonrise، 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 طلوع ماه. بعدی moonset، 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 غروب ماه. بعدی این چه امیه بعدی moonwalk، 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 قدم زدن moonwalk، قدم زدن زیر ماه منظورشه دیگه moonwalk. بعدی moonstone. ما کار کردیم وقتی اسم میاد بعد یک کلمه ای نمیگیم moonstone، میگیم moonstone، moonstone، سنگ ماه. حساب یادتون نره بچه‌ها، داریم هزار تایی میشیم. ممنونم ازتون.